استاد وقتی که ما یک کتاب میخونیم یکی از دلایلش اینه که ما میخوایم توی یک علمی، یک فنی، یک هنری متخصص بشیم. خب اینو همه میدونیم، ولی نظر شما چیه؟ ما کتاب رو به جز این با چه اهدافی میخونیم؟ به نظر من غیر از این که شما گفتید، ما 4 تا هدف دیگه هم از کتاب خوندن میتونیم داشته باشیم و به گمان من باید داشته باشیم، ولی لااقل میتونیم داشته باشیم. یکی این که کتاب خوندن جزو هابی های ما باشه، جزو سرگرمی های ما باشه، که معناش اینه که ما از خود کتاب خوندن لذت میبریم. اینجا بحث لذته. بحثی است که من وقتی که کتاب مطالعه میکنم، چون کتاب علالفرض یکی از هابی های منه، یکی از سرگرمی های منه، یکی از مشغولیت های منه و به زبان دقیق تر بگم یکی از نیازهای عمیق ذهنی روانی منه، وقت این نیاز وقتی برآورده میشه طبعا انسان کسب لذت میکنه. این یکی. و هستن کسانی که کتاب خوندن هابیشونه در واقع، یعنی کسانی اسب سواری هابیشونه، کسانی شطرنج، کسانی کوهنوردی، کسانی هم کتاب خوندن. این یکی. یه فایده دومی وجود داره و اون اینه که شما وقتی که کتاب میخونید از آراء و نظرات فراوانی در باب هر موضوعی یا در باب هر مسئله یا در باب هر مشکلی با خبر میشید. چه این آراء و نظرات رو قبول داشته باشید و چه قبول نداشته باشید فرق نمیکنه، ولی لااقل با خبر میشید که به هر موضوعی فقط به یک نحو نمیشود پرداخت یا به هر مسئله‌ای رو فقط به یک نحو نباید حل کرد، از منظرهای مختلف، و هر مشکلی رو فقط به یک نحو نمیشود رفعش کرد. بنابراین تک آوایی در شما از بین میره و شما متوجه میشید که هر موضوعی الی ماشاءالله روش‌های پرداخت داره، هر مسئله الی ماشاءالله روش‌های حل داره و هر مشکلی هم الی ماشاءالله روش‌های رفع داره. حالا ممکنه شما خیلی از این روش‌ها رو قبول نداشته باشید، اما لااقل اینو میفهمید که پس تک آوایی در جهان وجود نداره. تک آوایی یک اثر بسیار مهم اخلاقی روی خواننده داره و اون که آدم رو متواضع فکری میکنه، چون انواعی از تواضع وجود داره. یکی از انواع تواضع هم تواضع فکریه. تواضع فکری فقط وقتی حاصل میشه که شما بفهمید غیر از فکر شما فکر دیگری هم هست و درست است اون فکر و درستی هم بهش نسبت بدیم یا فقط هم که وجود داشته نه باشه؟ همین هم که بفهمیم صرفا وجود داره، بفهمم پس راه‌های دیگری هم دیگران اندیشیدن، حالا چه من اون راه‌ها رو قبول داشته باشم چه قبول نداشته باشم. اگر بعضی از اون راه‌ها رو قبول داشته باشم که دیگه اینجا تواضع به تمام معنا حاصل میاد. البته این تواضع فکریه که یکی از فضائل عقلی ارسطویه، چون ارسطو فضائل رو به 2 دسته تقسیم میکرد، فضائل عقلی و فضائل فکری یک دسته میشدن، فضائل عملی یک دسته دوم میشدن. این از فضائل عقلی یا فضائل فکریه. از تک آوایی نجات پیدا کردن آدم رو متواضع میکنه. کار سومی که میکنه اینه که وقتی انسان کتاب میخونه میفهمد اون 3 سوال بزرگی که بدون فهمش قدم از قدم نمیشه برداشت یا اگر برداریم خوابگردانه برداشته ایم. آدم با کتاب خوندن میفهمه که من کیم یا چیم، من در کجا به سر میبرم و من چه باید بکنم. این 3 سوالی است که هیچ انسانی از این 3 سوال گریز و گزیری نداره. منتها اغلب ما این 3 سوال رو با جوابهایی که نمیدونیم از کجا اومده سر میکنیم. از نظر میگم خوابگردانه رفتار میکنیم، یعنی رفتار میکنیم ولی نمیدونیم که داریم چی کار میکنیم. این 3 سوال تنها 3 سوالی هستند که هیچ انسانی ازشون مفری نداره. یکی این که من کیم یا چیم،
یکی اینکه در کجا دارم به سر میبرم و یکی اینکه چه باید بکنم. این سه تا رو از راه خوندن کتاب حاصل میاد. این فایده‌ای که الان داشتم میگفتم، فایده سوم، دیگه مسئله لذت نیست، مسئله معرفت برای بهروزیه، معرفت برای خوشیه. چون زندگی چه بخوایم بهروزانه باشه و چه بخوایم خوش باشه، در هر حال باید این سه تا سوال درش جواب پیدا کرده باشه. اغلب ما که میبینی زندگیمون خوش نیست یا بهروزانه نیست یا خوش و بهروزانه نیست، به خاطر اینکه جواب این سه سوال رو از دیگران دریافت کرده ایم و همینطور کورکورانه مقلد اونها هستیم. وقتی اینه که به خوشی نمیرسیم و به بهروزی نمیرسیم. این هم خدمتتون عرض کنم که فایده سومه. و اما فایده چهارمی هم داره و اونه که وقتی آدم میخواد اخلاقی رفتار بکنه، و معنای اخلاقی رفتار کردن اینه که درد و رنج غیر لازم اولا به کسی وارد نکنی، ثانیاً در رتبه بالاتر اگر دیگری درد و رنجی غیر لازمی به کسی وارد کرده، ما سعی بکنیم اون درد و رنج رو برطرف کنیم از اون شخص و از اون بالاتر خودمون بر لذت زندگی اون شخص بیفزاییم. اخلاق این سه تا رتبه رو داره دیگه. وقت برای اینکه من اخلاقی به این معنا بتونم زندگی بکنم، باید بدونم چه چیزهایی به بشر درد میرسونه و چه چیزهایی بشر رو میرنجانه. دردها و رنجها فقط اون 4 تا 5 تایی نیستند که ما فکر میکنیم درد و رنجهای مردم یا مشکلات اقتصادیشونه یا بیماری صعب العلاج یا لا علاج اگه داشته باشن یا مشکل خانوادگی که فکر میکنیم اگه این سه رو نداشته باشه دیگه هیچ درد و رنجی نداره. ما با کتاب میفهمیم درد و رنجهای انسان چقدر تنوع و چقدر تکثر دارن. هم تنوع دارن و هم تکثر. اما اگه کتاب نخونم فقط از درد و رنج‌های خودم باخبر میشم. نمیفهمم آدمیانی هستن که هیچ کدوم از درد و رنج‌های منو نمیبرند و نمیکشند، اما دردهای دیگری میکشند و رنج‌های دیگری میبرند که اونا برای من ناشناخته است، چون من باشون سر و کار نداشتم. در کتاب خوندن این که آدمیان چقدر درد و رنج‌های متکثر و مهمتر از متکثر متنوع دارن، این هم معلوم میشه. خب این هدف چهارم اگه باشه، میشه در واقع کتاب خوندن در خدمت اخلاقی زیستن. عنایت میکنید. بنابراین ما غیر از این که از طریق علم یا فن یا هنر به شغل و حرفه میرسیم و جز از طریق کتاب خوندن به اون علم یا فن یا هنر دسترس نداریم، این 4 تا کار دیگه رو هم 4 تا کارکرد دیگه رو هم میتونیم و هم به نظر من باید از کتاب بر بیاریم. یعنی کسی میتونه با کتاب خوندن اگر جز هابی‌هاش نباشه، جز نیازهای وجودیش نباشه، بتونه توی زمان کتاب خوندن هابی خودش کنه؟ بله. به خاطر اینکه هر غذایی هم که شما الان خیلی خوشمزش میبینی، قبل از اینکه بچشید اون غذا رو جزو رژیم غذاییتون نبوده. بعد که چشیده اید و خیلی خوشمزش یافته اید، اینو وارد رژیم غذاییتون کرده اید. توجه میکنید؟ کتاب هم همینجوره. کتاب هم یک چشیدنیه. 1 بار، 2 بار، 3 بار که شما کتاب خوندید و مزه کتاب خوندن رو چشیدید، اون وقت کم کم ممکنه جزو رژیم غذایی روحی و معنویتون بشه. بله، امکان داره. واسه اگه کسی بخواد برای اولین بار بره سراغ کتاب، باید با چه هدفی بره؟ منظور من اینه چی رو لحاظ کنه؟ سرگرمی رو، علم رو، چجوری ما ذائقه کتابمون رو پیدا کنیم؟ من فکر میکنم که بشه هابیمون. بله، من فکر میکنم اول آدم باید اعتماد کنه به کسانی که میگن لذت داره کتاب خوندن و اعتماد به قولشون بکنه. اگر بعد از چند تا کتاب خوندن دید که قولشون در مورد او صادق نیست، رها کنه، و اگر دید صادقه، اون وقت دیگه رها نمیکنه. به زبان ساده میخوام بگم خیلی وقتا آغاز کار آدم باید اعتماد باشه. عنایت میکنید؟ بعد که این اعتماد رو کردیم دست به یک کاری میزنیم. اگر در مورد ما هم نتیجه داد، اعتمادمون دیگه خودش تبدیل میشه به اعتماد به خود.
اعتماد به دیگرانمون تبدیل میشه به اعتماد به خود. و اگر نتیجه نداد میگیم لااقل در مورد من آن چیزی که دیگران توصیه میکردن در مورد من مصداق نداشت. استاد این روح کتابخوانیه. ولی اینکه مثلا من میخوام برای اولین بار کتاب بخونم، چه نوع کتابی رو انتخاب کنم؟ خب اینو باید اگر بخوایم راجع به اصل کتابخوانی نه، بلکه در باب نوع کتابخوانی، خب من فکر میکنم باید آدم به خودش رجوع بکنه و ببینه دم دستترین و مهمترین مشکلی که تو زندگیم دارم چیه و کتابی درباره اون مشکل بخونه. حتی اگر مشکلش اقتصادیه، خب کتابی بخونه در باب راه‌های کسب درآمد. پس لزوما سرگرمی نباید به نگاه سرگرم کننده. نه لزوما. ولی بعد که لذت برد، اون وقت می‌بینید علاوه بر این که برای حل مشکلش به این رجوع میکنه، به عنوان هابی هم دیگه بهش رجوع میکنه، چون اصلا از خود خوندن هم لذت برده. ولی اول بار که آدم میخواد نوع کتاب خواندنیش رو انتخاب بکنه، باید ببینه واقعا مهمترین مسئله یا مشکل زندگیش که دم دستترینش هست اون کدومه. اول از این راه وارد فضای کتاب خوندن بشه. اون وقت بعد البته ممکنه لذت هم ببره و لذت اگه برد کتاب میشه جزو کتابخوانی، میشه جزو هابی‌هاش. و البته فکر میکنم حتما کتابخوانی جزو هابی خود شما هست. بعد جزو هابی‌های خود من هست. عرض کنم که بعد من خیلی لذت میبرم از کتاب خوندن، ولی واقعیتش اینه که روز به روز اون انگیزه های بعدی در من از خود هابی هم قوی تر شده. یعنی میخوام بگم این که آدم از این راه به تواضع فکری میرسه، این که از این راه میفهمه در کیه و چیه و در کجا زندگی میکنه و چه باید بکنه، و این که میفهمه بنی نوعش هم نوعانش چه نیازها و حاجاتی دارند، این دیگه کم کم در نظر من از هابی بودن درگذشته. و بنابراین الان وقتی من کتاب میخونم درسته همچنان لذت میبرم از کتاب خوندن، ولی واقعا به دنبال حل مسئله‌ام، به عنوان رفع مشکلم. یعنی بیشتر از این که به دنبال لذت باشم، به دنبال منفعتم. این منفعتم.